شورلت کوروت C8 2023 نسخه R یکی از خفن ترین C8 هایی که تا به امروز وارد ایران شده در مجموعه زمانی کارز با یه رنگ فوق‌العاده خاص و جذاب که توسط مالک کلی لوازم هم به این ماشین اضافه شده. فلاپ های بسیار جذابی داره، لاستیک های میشن، کالیپرهای ترمز بسیار فوق‌العاده که با رنگ بدنه این خودرو ست هستش. کیت اگزوز کورسا پرفورمنس آمریکایی روش نصب شده، صدای بسیار جذاب، موتور V8. یه نکته خیلی خفنی که موتور این ماشین داره زاویه 90 درجه که داره، مهندسی آمریکایی‌ها بسیار خاص بوده توی این ماشین و جالبه که اولین کوروت تاریخه که موتورش وسط برای رقابت با سوپر اسپورت ها طراحی شده. 500 اسب قدرت تولید میکنه، 640 نیوتن متر گشت، 0 تا 100 حدوداً 3 ثانیه‌ای به شما میده. در به این صورت باز میشه و نکته جذاب ماجرا اینه که کوروت C7 هم اینجا داریم، دقیقاً نسل بعدیش C8 هستش، نسل 8م کوروت. بریم یه استارت بهش بزنیم، صداش هم با هم دیگه بشنویم. کابین بسیار جذاب و اسپورتی داره. خدای من چقدر صداش خوبه، ولکام جذاب کوروت و این دکمه زد مود که ته ماجراست، پشت آمپر به این صورت در میاد. اسپورت ترین حالت این ماشین، دنده ها به صورت دکمه ای شده. بریم صداش هم با هم دیگه بشنویم. عجب کاتافی داره. سیستم صوتی بوس در به صورت دکمه‌ای باز میشه. تنظیمات سیستم تهویه اومده این قسمت. صندلی‌های بسیار جذابی که داره و اینجا نوشته کوروت و اصالت این خودرو رو می‌بینید که به صورت شناسنامه در اومده. فرمون دیکات در دو طرف، پدل شیفترهای جذاب. به این صورت سقفش بسته میشه، تو ظرف حدود 5 تا 8 ثانیه سر جای خودش قرار میگیره. مکانیزم خیلی جذاب و خفنی داره. این قسمت محفظه بارش هست و موتور هم دقیقاً زیر این سقف قرار داره. موتور وسط هستش و جلو هم باز یه محفظه بار دارید، در دو جهت میتونید ازش استفاده کنید. طراحی بسیار جذابی داره به نظر من. این هم محفظه بار جلویی، یه سوپر اسپورت تمام عیار به حساب میاد دیگه.